دوستان، قبل از اینکه شما بخواید طلا رو استخراج کنید باید خاکتون میبینید کلا زردا رو میبینید چقدر. میایم اول سنگ رو اینجوری پودرش میکنیم قشنگ. بعد پودر کردن خاکمون رو خیلی ها میگم باید بشورید، ولی من میگم نشورید، چون طلای اکسید شده داخل همین خاکمون زیاده. وقتی میایین شما آب کشی میکنی طلا اکسید شده قاطی آب میشه میره. خب شما بعد اینکه خورد کردین، ببینید اینا از نزدیک نشونتون بدم، میبینید زردا رو، اینا طلای زنده هستن داخلش، کالکوپریت و طلای زنده و یه مقداری هم مس داره توش. اگه دوستانی هم خواستن اینا رو کیلویی میتونم هر کجای ایران بودن میتونم ارسال کنم. کیلویی 30 تومن میدم، خودت برو استخراج کن یاد بگیر. حالا هر کی زیادم خواستین تخفیفم میدیم، آقا اب نداره، چون استخراجش سخته، وگرنه اگه استخراجش راحت بود اینا رو از لای دل کوها میاریم، خیلی واقعا سخته، انقدر کنده میشه. خب شما حساب کن هر روز شما نهایتا میتونی 100 کیلو برداشت کنی، 5 نفر آدم، 6 نفر آدم. میبینی اینایی که خورد شده براقه، میبینید براقیتش رو ببینید، کلن همشون همینجوریه. بعد شما میایید بعد اینکه خورد کردین تشبیه میکنید. شما با آتیش باید کالکوپریت، یه نوع ماده‌ایه که توش مثل لاستیکه، باید اونا رو آتیش بگیرید تا اتم‌های طلا از داخلش بیاد بیرون. بعد اینکه اونا سوختن میتونید شما طلاتون رو استخراج کنید. این رنگ سفید و ببین سفید داریم توش، میبینی زرد داریم، زرد قناری داریم، همه